سلام بینندگان ارجمند. امروز پنجشنبه 5 دکبر است. این برنامه خبری و تحلیلی اخبار آزادی که با زحمت همکاران در تاجیکستان و پراگ تهیه شده است. حالا با موضوعهای نشر برنامه شناس شوید. کرسی ها را خالی کنید. رمضان قادیروف از خودسری های وزیر کارهای داخلی و رئیس کمیته تفتیشات روسیه به ویژه در نسبت مهاجران به شدت تنقید کرد. با فرمان کلاکولتسف مهاجران را میزنند، بازداشت و اخراج میکنند. آنها برادران ما هستند و ما به آنها احتیاج داریم. ساکنان دهات نزد مرزی اسفره امیدوارند که در پی سازش مقامات تاجیکستان و قرقیزستان سرحد باز می شود. که یک شده گذشتیم ما باید اولا با دوست شویم. جهادیان تاجیک در سوریه و تحقیق اولیه ژورنالیستان رادیوی آزادی درباره حضور جنگیان تاجیک در هیئت تحریر شام. در یک ملاقات رمضان قادیروف با روزنامه‌نگاران که توسط تلویزیون دولتی چچنستان هم نمایش داده شد، رهبر این جمهوری از کار وزیر کارهای داخلی و رئیس کمیته تفتیشات روسیه شدیداً تنقید کرد و گفت آنها مناسب کرسی‌هایشان نیستند. او همچنین از مناسبت ناعادلانه این رهبران و زیردستانشان در نسبت مهاجران یادآور شد. ادامه موضوع در گزارش شهلای گلخواجه. رهبر جمهوری چچنستان روسیه رمضان قادیروف میگوید وزیر کارهای داخلی روسیه ولادیمیر کلاکولتسف و رئیس کمیته تفتیشاتی روسیه الکساندر باستریکین سزاوار این مقام‌های بلند دولتی نیستند. با فرمان کلاکولتسف مهاجران را میزنند، بازداشت و اخراج میکنند. آنها برادران ما هستند و ما به آنها احتیاج داریم. بعد میگویند که کسی نمیخواهد با ما دوستی کند. چرا ما اوکراین و گرجستان را از دست دادیم؟ چرا روابط ما با کشورهای دیگر نیز زیر فشار است؟ چون که این آدمان نمیدانند که در کشور چه حالت جای دارد. آنها به منطقه ها نمی روند و با مردم محل ها صحبت نمی کنند. در کرسی ها نشسته خودسری و ناعدالتی می کنند. نمی بینند که در پس تریزهشان چی روی می دهد. خدای تعالی حتما آنها را مجازات خواهد کرد. در ادامه ملاقات مستقیم با خبرنگاران، قادیروف ملاقات پرزیدنت‌های روسیه و ازبکستان ولادیمیر پوتین و شوکت میرزیویف را یادآور شد که در آن رهبران دو کشور در مسئله مهاجرت کاری توافق نظر داشتند و موافقت کردند که دریافت راه‌های حل قابل هر دو طرف ضرور است. اما با گفته قادیروف، کلاکولتسف و باستریکین خلاف این موافقت عمل می‌کنند. کلاکولتسف و باستریکین تو این دم به حرف‌های رمضان قادیروف واکنش نکردند. هفته اخیر در حالی که قانونگذاران در دوم دولتی روسیه برای محدود نمودن حق مهاجران و از جمله از تحصیل در مکتب‌ها محروم نمودن فرزندان مهاجران را اقدام کردند، این سومین جمهوری مسلمان نشین روسیه است که برای حمایت از مهاجران صدا بلند می‌کند. هفته گذشته جمهوری‌های تاتارستان و باشقردستان هم به موقع نرمتری حکومت روسیه در مقابل مهاجران دعوت کرده بودند. اظهارات مقامات تاجیکستان و قرقیزستان درباره انجام بررسی و موافقه‌های اطراف تعیین و علامتگذاری مرز واکنش‌های مختلفی را در میان ساکنان دهات سرحدی دو کشور ایجاد کرده است. ساکنان از امیدواری به باز شدن سرحد و از سرگیری تجارت و هم ضرورت ختم نزاع‌ها میگویند، ولی مقامات تا حال جزئیات مشورت‌های نهایی را شرح ندادند. فرزان محمدی از ناحیه اسفره این گزارش را آماده کرد. تاجیکستان و قرقیزستان روز 4 دکبر مرزنگاری یا کشیدن خط سرحد دو کشور را که در گذشته سبب مناقشه و خونریزی شده بود به پایان رساندند. این نوید ساکنان منطقه های نزد مرزی را شاد کرده است که دیگر بین دولت ها مناقشه روی نمی‌دهد. توکه ما هم میخوایم یک روز پاک شود اگر همه دلش وهمانده که وہ جنگ سر شد و زنکو اینوقت زنکو بچه‌ها همش همین پاک شودم ضرر داره با جنگ سر شد گفته. ما هم میخوایم که همین تنجی شود، آرامی شود، نقض بهبودی شود. بین همین دو قشلاق ما آدم‌های واهاندم نیکای مونده و آدم‌های خدمت نکرگی و تندوست ها این چیزا لازم نیست که یک شده گذشتیم ما باید اولا باید با دوست شویم و همین ما یکمش دولت قانونش رعایت کنیم. آنچه که مقامات های بلند همین چیز ما با وظیفه دادیم ما وظیفه باید اجرا کنیم از قهر دل.
ساکنان میگویند که بحث و مناقشه های مرزی نه تنها به حالت روحی مردم تاثیر منفی رساندند، بلکه بسته بودن سرحد اقتصاد خانواده ها را نیز پست کرده است. آنها امضا شدن سندهای علامتگذاری مرزی را قدم جدی برای باز شدن سرحدها می‌دانند. اکنون بیزنسشون وای شد کن محکم شد. قرغیزستان تاجیکستان. انا به وایش میان نکنم. زیان همین برسیده کساد. اکو پروداکت ارزان میشد وای ارزان میشد همه چیز ارزان میشد. چون ماندم های و آهندم های یک دیگری ایکو با یک دیگری وابسته. طلب ما همین که دوستی شود و حیات ایکو نقش شود. روا شد هر روز ما انتظار همین برادرایی که همین بین ما رفیقات تلفن داریم هر روز میگن که بیتون بازاری ما هر روز بازاری این قشلاق میگذاشتیم الا بادکام میرفتیم. من شخصا خودم قریب که یک ماه 3 بار بیشکک میرفتم همین تاکسی کتی بسیار کار نقض میشه. تاجیکستان و قرغیزستان تقریبا 1000 کیلومتر مرز دارند. نامعینی در سرحد در سالهای 2021 و 2022 سبب مناقشه خونین شد و از هر دو طرف دهها کشته و زخمی بر جای گذاشت. سیمومین یتیموف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان و همتای او از قرغیزستان قمشبک تاشیف در پیام کوتاه گفتند که مشکل مرزی بین دو کشور به پورگی حل شد و اکنون آن در یک سازشنامه بین دولتی برای امضا به پرزیدنت های دو کشور پیشنهاد خواهد شد. هرچند عملاً راه‌های نزدیک مرزی گشوده است ولی حدود 3 سال باز مرز تاجیکستان و قرغیزستان رسما بسته است. در این حال ساکنان دو کشور حق ندارند به حدود همدیگر گذرند یا مال و محصولاتشان را انتقال دهند. همکنون با پایان یافتن علامتگذاری مرزی بین کمیسیون دولتی آنها امیدوارند که روا آزاد می‌گردد و با رونق دادن تجارت سطح اقتصادی خانواده‌هایشان را بلند می‌بردارند. در حالی که سنه دقیق گشاده شوی سرحد بین دولتی معلوم نیست، پیشتر مسئولان دو کشور گفته بودند که بعد علامتگذاری پوره مرزی این روند امکان پذیر خواهد شد. فرزان محمدی، رادیو آزادی از منطقه های نزد مرزی شهر اسفره. گروه‌های مسلح ضد حکومت بشار اسد در سوریه به جمله دسته هیئت تحریر الشام پس از اشغال حلب تا نزدیکی‌های شهر حمای سوریه با حمله جوابی نیروهای دولتی روبرو شدند. اشغال حلب دومین کلانترین شهر سوریه آنها را در سرخط رسانه‌های جهانی قرار داد. در نوارهای شبکه‌های اجتماعی برخی از جنگجویان با زبان تاجیکی صحبت می‌کنند. آنها کیستند و چرا در سوریه می‌جنگند و چی می‌خواهند؟ همکارم مومین احمدی این موضوع را پیگیری کرده است. مومین، این جنگجویان تاجیک عضو کدام گروه هستند و چگونه در سوریه پیدا شدند و شماره آنها معلوم است؟ سلام خیرامان، سلام بینندگان عزیز. این تاجیکستانیان در قطار مسلحان ازبکستانی، اویغور و قفقازی خود را عضو گروه هیئت تحریر الشام می‌دانند. این گروه را در تاجیکستان و امریکا سازمان تروریستی اعلام کردند. یک مقام آگاه در وزارت کارهای داخلی تاجیکستان که در سمت مبارزه با تروریسم کار میکند روز 3 دکبر در صحبت با رادیو آزادی گفت طبق اطلاع آنها تا سال 2022 374 شهروند تاجیکستان در ادلیب قرار داشت. ادلیب شهری است در شمال و جنوب سوریه در 25 کیلومتری مرز ترکیه که از سال 2015 آن را سازمان ارتش ملی سوریه با پشتیبانی از ترکیه، گروه احرار الشام و هیئت تحریر الشام اداره می‌کردند. هم صحبت ما در وزارت داخلی گفت که نام تاجیکستانیانی را می‌دانند که اکثرا از سال 2017 تا 2022 به ادلیب رفتند. برخی آنها پس از شکست داعش از داخل سوریه به ادلیب رفتند و برخی دیگر از طریق ترکیه وارد ادلیب شدند. یک جنگجوی تاجیک در نوار میگوید که او با برادرش از روسیه به مولداوا و از آنجا به ترکیه رفته بعداً به گفته خودش به صف مجاهدان در ادلیب پیوسته است. اکثر جنگجویان تاجیک در صف هیئت تحریر الشام عقیده شبیه جنگجویان داعش دارند. تنها به فرق از داعش آنها ادعای ساختن به نام خلافت خودخوانده ندارند و با حکومت بشار اسد که از جانب ایران و روسیه پشتیبانی می شود می جنگند. منطقاً اگر آنها مخالف حکومت بشار اسد باشند و در سوریه جنگ شهروندی است، اینجا حضور جنگجویان تاجیک چی معنا دارد؟
بله خیرامان، البته جنگجویان تاجیکستانی زیر شعاری بنام جهاد آنجا حضور دارند و از جنگ شهروندی حرف نمیزنند، ولی کارشناسان از جمله فریدون حاجیزاده بر این نظر است که جوانان تاجیک شبیه یک بازیچه شدند و خیلی آسان هر گروه و سازمان زود آنها را به طرف خود مایل و به جنگ جلب میکند. این کارشناس نبودن یک ایدئولوژی قوی، کمبیزاتی و فساد و بی‌عدالتی را سبب اصلی مایل شدن جوانان به گروه‌های تندرو میداند. در سوریه واقعا سال 2011 هم جنگ شهروندی آغاز شد و قسم زیاد این کشور را بعداً داعش اشغال کرد. پس از شکست داعش سوریه به چند قسمت جدا شد. حالا برخی از قسمت‌های سوریه را گروه‌های کرد که با کمک آمریکا ضد داعش جنگیده بودند در اختیار دارند. قسمت دیگری را آشوبگرانی که از جانب ترکیه پشتیبانی می‌شوند. حالا منطقه‌ای که جنگ اوج گرفته است یعنی ادلیب و حلب عملاً زیر نظارت هیئت تحریر از شام است. این گروه زیر شعار مبارزه با شیعه‌ها با حکومت بشار اسد جنگ می‌کند و گفته می‌شود از حمایت ترکیه برخوردار است. تشکر مومن احمدی بود با اولین معلومات درباره حضور جنگیان تاجیک در میان جهادیان سوریه. سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمینه یا اپ ما را بگیرید. ریاست بازرسی دولت اتومبیلی در تاجیکستان از صاحبان سکوترهایی که سرعت حرکتشان از 40 کیلومتر در ساعت زیاد است طلب دارند نقلیات خود را از قید گذرانند و رقمی دولتی بگیرند. برخی از رانندگان با این طلب راضی نیستند. آنها میگویند سبب اساسی رو آوردن آنها به این نوع نقلیات کم خرج و ارزان بودن آن است و طلبات اخیر خرج آنها را بیشتر میکند. عبدالغنی عبدالوهاب و شهلای عبدالله گزارش میدهند. عارف اسراروف برای به باغچه بردن و آوردن فرزندش سکوتر برقی خریده است. او میگوید به خاطر ارزان و کم خرج بودن این نوع نقلیات را انتخاب کرد. این بچه ما میبرم صدیق میگیریم میاریم شه مثال ما چیت میرم نمازو ما میخونم مگه واسطمنو دیگه هیچ در کار نیست. صاحبان نقلیاتی که اسراروف انتخاب کرده است اکنون باید از قید گذرند و رقم دولتی و شهادتنامه رانندگی بگیرند، کاری که به گفته همصحبتی ما چندان ضرور نیست. یوخی برای کیروی پراواکنی هم نیست. راست خود دیرم چه بگم ما این مالکیت $600 خریدم. نرخی اپتو بشه. ببرم پراوا کنیم چی کنیم باید اما یا ماشین بخرم و پراوا دارم. این ما ارزان‌تر میگالته. در ریاست بازرسی دولتی اتومبیلی گفتند سکوترهایی که سرعت حرکتشان از 40 کیلومتر در ساعت زیاد است به قید دولتی گرفته می شوند. یک مسئول ریاست که نخواست نامش برده شود گفت وقتهای اخیر صدمه های نقلیاتی با اشتراک سکوترها زیاد شده. قید دولتی نداشتن آنها تحقیق چنین تصادفها را دشوار کرده است. عبدالرقیب قادیروف کارشناس مسائل راه و نقلیات از تنظیم حرکت سکوترها در کوچه و خیابان‌های کشور جانبداری می‌کند. حتی در راه‌هایی که پیاده‌گرد هستند که طبق قاعده‌های حرکت در راه باید پیاده‌گردان از آن عبور کنند، این نمود واسطه‌های نقلیات با اصطلاح همون سرچه معروفی دزدهای گورو مثل تنگین که پیدا می‌شوند. ارزش شهادتنامه سکوترها 280 سامانی و پول رقم قید دولتی 270 یا 280 سامانی معین شده است. بر علاوه این صاحبان سکوترها وظیفه دارند که برای نابود ساختن یا اوتیلیزاسیون نقلیات خود نیز 360 سامانی دیگر پردازند. بینندگان ارجمند شکل پوره این مطلب در سامانه رادیوی آزادی دسترس است و اگر فکر و اندیشه دارید در زیر این گزارش در سامانه azadi.org نویسید. بینندگان ارجمند برنامه به انجام میرسد. سپاس که تا این لحظه ها با ما بودید. خبر و گزارش از این بیشتر را همیشه می توانید در وبسایت azadi.org و صحیفه های رادیوی آزادی در فیسبوک و اینستاگرام، ایکس و تلگرام، تیک تاک و یوتیوب دسترس کنید. و رادیوی آزادی فرستادن خبر و ویدیوهای مهم و جالب از حادثه‌های تاجیکستان را فراموش نکنید. خدا نگهبان شما.